محمد یه روز میاد گیم بزنه که میبینه بازی یه سطح عادی داشتی با یه سطح خیلی واقعی که محمد هم میاد خیلی واقعی رو انتخاب میکنه و میبینه که به عجب کیفیت 16 کیه. بعد اول بازی میره این یارو رو تو جنگل پیدا میکنه میزنه میکشتش و اسلحه‌اش هم برمیداره اسنایپره. به بعدم میره تو شهر و یه نارنجش پرت میکنه توی خونه و همون موقع وسط بازی جواد رفیقش هم زنگ میزنه بهش. محمد هم کم تو داشته با جواد حرف میزده جواد تو بازی میبینه که تلفن دستش بوده و داشته باهاش حرف میزده که محمد بهش میگه عجیبه جواد دهنت سرویس تو بازی چیکار میکنی کلک؟ الان تو تیررس هم یه بای بای کن ببینم خودتی که میبینیم وقتی اونم بای بای میکنه جواد تو بازی هم دقیقا هم کار میکرده و حالا با این حال محمد اسکول 1% هم شک نمیکنه و مثل خر میزنه جواد رو هدشات میکنه و میگه جواد تو بازی زدم کشتمت. ولی واقعا جواد مرده بوده و جواد نمیداده. خلاصه در ادامه که محمد بازی میکنه و میره جلو یک دفعه میرسه به محله خودشون و میاد اینجا جلو خونه خودش. محمد که حسابی کرکوپرش ریخته بوده میره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و میبینه که یه نظامیه مثل دست خر وایساده جلو در خونش. که محمد هم وقتی تو بازی حرکت میکرده میدیده سرباز بیرون خونش حرکت میکرده. محمد هم بازیشو ادامه میده و تو بازی وارد خونه خودش میشه و گشن یارو رو میاره روبروی خودش و هدف میگیره رو خودش و داشته خودش هم تو بازی میدیده. شینگده اسکول بوده میگه چی باحال بس ببینم خودم بزنم چی میشه و میاد میزنه خودش هم هدشات میکنه و میمیره. محمد اشک خدا وکیل خیلی خری.